بازی دیگه جدیدن خیلی وایرال شده، شما هم که فکر کنم بدونید چیه، همه جا دیدید. اینستا باز باشی دیگه، کل اینستا همین بازیه، همین آقای گوزه. من میخوام ببینم چطوری آقا، برای اولین بار بریم تستش کنیم ببینیم که چطوریه. ها این چیکار میکنه؟ یا برفت این چی؟ باشه نکن دیگه، غلط کردم. خب این چی؟ اوه پشمام شکی عوض نیست. سلام. این چیه ناموسن؟ این چیه؟ تا کی میرقصن؟ تموم شد. بریم این رقصش هم تست کنیم. چه بازی سریعه. من حالا یه ذره فرار کرد. خدا پشمام من چقدر قویم. حاجی چه بازی کوفتیه. من سوار ماشین شدم. موتور گن زدم تو موتور. زد منو. بازیش رئال نیست احساس میکنم. سلام. این رقصه چیه؟ نه اینو نمیخوام، این قشنگه. براتون یه آهنگی هم بذارم حال کنید. ها آقا یه لحظه ولمون کن. ولمون کن، کار داریم. واه هیکل رو نگاه. صندوق آنلاک. پشم آقا ماموریتیه داداش، میرقصی دیگه. ماموریت چیه؟ سلام. توفنگ. نرو وایسا. یا وده حاجی این دیگه چیه؟ من میتونم با کله بزنم؟ سوار ماشین چی؟ ماشینم چه سری میره. من رانندگی اصلا بلد نیستم با یه دونه فقط جویستیک. یه شب نه نمیخوام. من قدرتمندم داداش. ببین من 10 برابر ماشین سرعت دارم، بعدم میزنم ماشینا. بیا اینجا بینم کجا میری؟ گاو. من یک وزن ساده ام. جورت داری بیا اینجا. آقا شهرمون چقدر بزرگه. پیپی میکنه میره. این سفیدا چیه؟ یا وای چی خیلی خوبه بازیش. آدم ها رو به آدم این چیه؟ دوباره چست. بابا یکی دیگه رو بکشم. حاجی باید مردم رو کتک بزنم. پشمام. یا خیلی بچه بازی جالبیه. تو پلی استور هست، توی بازار هست، تو مارکت هست، توی اپ استور نمیدونم هست. با اسبا هم میتونم برقصم. بیا برقصیم. نمیای؟ بمیر بینیم بابا. نمیری؟ نه نمیری دیگه. نه من مردم داداش. یعنی چی؟ چی فکر کردی؟ من گویم بدبخت. حاجی میتونم سوار اسب بشم؟ آقا اسبه یه من سوار چه؟ شوتم کرد ماشینه. آقا یه دقیقه وایسین من گوی بشم. آقا اسبه میخوام سوار. حاجی چه بازیه مگه؟ گوزنه سوار اسب
شده. مأموریت چست. چست هم دیگه طلایی نیست. حاجی چی شد؟ واسه ببینم. آقا من قصدم کشتن آدم هست. آقا این چیه؟ من ماشین میترکوندم. آقا این بازی آقا من این بازی رو نصب کردم چون تو اینستا یارو با آدما میرقصید. آدم سلام. نه sensiz doyuman seni daştan adamın dişin درida دیشن دور. آقا دم شما گرم. حالا یه بار دیگه آهنگ واقعیش میاد. Nice sensiz yatamam, seni baştan atamam. Bir şam gelme dişime, hayta rahat yatamam. بازی جالبیه. حاجی چقدر خوشگله گوزنه. مأموریت جدید با گوزن رو نگاه میکردم. آقا من این بازی خب دیگه قیون ابیلیتیمون چی شد؟ یادتونه بچه اولش ابیلیتیمون آدم زنده گلولاس پشمام. بس شاخ بزنم چی میشه؟ حاجی پرام آدم زده. نه نرو وایسا. کجا میرید دم سرویس؟ داداش فکر سرعتت بی برقصی. Sensiz yatamam, seni baştan atamam. Bir şam gelme dişime, hayta. آقا زدونو کند. آقا بازی خیلی جالبه. من میخوام با تو آقا بچه ها بازی جالبیه. به نظر من ارزش دانلود داره. میتونید باش سنسیز دایامن بزنید. اینا نای سنسیز دایامن خانومی برقصیم. سنسیز دایامن سنی داشتن و یا حضرت من بتمنم. اسپایدرمن یه تفنگ دیگه بهمون داد. گیر کردیم. نه در اومدیم؟ بله در اومدیم. حاجی به قرآن مجید من بتمنم. حاجی من بتمنم به خدا من بتمنم. یه چیز فقط میتونم بگم. ببین باور کن حاجی این اسپایدرمنه. این گوز نیست. حاجی این اسپایدرمنه. بچه‌ها الان بهتون میگم دلیل متسیفدر بودنش چیه. اسپایدرمن بودنش. آقای چرا انقدر گنده شدی؟ داداش بیا برقصیم. دادان سنسیز دایامن سنی داشت. آقا من اینجام که بهتون اسپایدر من بودن ایشون رو ثابت کنم. یا شاید هم بتمنه بچه ها ولی احتمال 99% اسپایدر. گیر کردیم. ببین من حدس میزنم اسپایدرمنه چون منتظر اینم که بهتون ثابت کنم این دن سرویس یعنی این آقای رو هوا را میره. تفنگ جدید ببینید من میپرم رو هوا را میره.
آقا این بتمنه. گودزیلا یا ابل راجع به چی داری صحبت میکنی؟ باختم. خواستم بگم بیاین پارت 2 رو بگیریم، ولی دیگه این بازی پارت 2 نداره. بیاین سنسیزدایا من ببینید و دیگه ویدیو رو تموم کنید. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید و Sensiz yatamam, seni baştan atamam. Bir şam gelmedi işime. آره آقا دمتون گرم که اومدید ویدیو رو دیدید. لایک کنید، خیلی به من کمک بزرگیه بچه ها. چنلمونم دنبال کنید یا ساب کنید، چون این ویدیو هم تو چنل آپارات هم یوتیوب گذاشته میشه. و آره دیگه مرسی ویدیو رو دیدید. خدا حافظ تا بازی های دیگر. بای بای. خب بریم بیرون. خدافظ. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی که دیگه دمت واقعا گرمه. میخواستم بگم اگه دوست دارید پارت 2 رو بگیرم حتما کامنت کنید. یادم نبود میتونم اون هیوله رو ببرم.